دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خبر داد که با مقصد دستگیری دانشجویانی که طریق شرطنامه‌ای در این مکتب عالی تحصیل دارند از جانب رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله زاده تصمیم گرفته شد که وابسته به نتیجه فعالیت و کوشش و تلاششان در تحصیل از جانب ریاست مؤسسه تعلیمی به آنها امتیاز داده می شود. با پیشنهاد رکتور دانشگاه دانشجویانی که در دوام از روزهای 4 تا 15 نوامبر 400 واژه پیشنهاد شده زبانهای روسی و انگلیسی را با علاوه 2 غزل از آثار شاعران کلاسیک و معاصر تاجیک از بر می نمایند از پرداخت 20% مبلغ شرطنامه تحصیل آزاد کرده می شوند. گفته می شود در خبری که دانشگاه آموزگاری در سامانه رسمیش نشر کرده است. دانشگاه آموزگاری این اقدام را به افتخار 30مین سالگرد اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان و روز پرزیدنت که 16 نوامبر تجلیل می شود اعلام کرده است. دانشگاه توضیح داده است که در این حالت مبلغ امتیاز مقرر شده به دانشجویانی که تا امروز مبلغ شرطنامه تحصیل را الکی پوره پرداخت نمودند از صورت حساب دانشگاه برگردانیده می شود، ولی دانشجویانی که در دایره اختصاص‌های زبان انگلیسی تحصیل می‌کنند بنابر صاحب تخصص بودنشان از حق داوطلبی برای این امتیاز استثنا می‌باشند. اهل‌دین عبادالله زاده 38 سال و 4 فرزند داشته دکتر علم‌های تاریخ می‌باشد. او سال 2007 دانشگاه آموزگاری را ختم کرده ماه ایون سال 2022 رکتور این دانشگاه تعیین شد. از این پیش عبادالله زاده رهبر آثارخانه ملی تاجیکستان بود. طور قبلا خبر داده بودیم بر اساس فرمایش وزیر معارف و علم از 13 سپتامبر سال 2022 تحت رقم 1337 آموزش و ارزیابی کردن 400 واژه سر استعمال زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی برای آموزگاران و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، استادان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، عالی و کسبی و کارمندان ساحه معارف و علم حتمی اعلام گردیده مهلت نهایی برای ارزیابی کردن لغت عبارت از 400 کلمه اعظم از سر استفاده این زبانها تا 31 دکمبر سال 2022 مقرر کرده شده است.